میگذارم من نمازم را به نام تاجیکی. در این مصرع گرچند که حقیقتی داشته باشد لیکن این دروغ است. من نمازم را به زبان عربی میگذارم. یگانه از ملت آریانژاد یگانه قومی که نمازش را به زبان تاجیکی میگذارد این مردم بدخشان است. در پامری تاجیکستان حتی نمازشان را به زبان فارسی میگذارند، ولی امروز بعضی جوانان شدند که از ملت بزرگ تاجیک رو میگردانند که من تاجیک نیستم. هر کسی که رو میگرداند او اختیار دارد کدام ملت میخواد چه بسازه، لیکن حتی بروند پدران بزرگشان پرسند که پدر جان، نان جان، مادر جان، ملت من چیست؟ البته میگوید که تاجیکم. خیلی به تاجیکستان ازبکستان من چندین خودم دیدم با اونا کار ندارم. حالا میگن که من پدر منم تاجیک است. خیلی پدر لعنت، تو تاجیکی ازبکستانی که پدر تاجیک باشه تو چه خیل ازبک شدی؟ بعد برادران عزیز این خطایی مثلا ما میگیم که برادران پامیر در رنج غمگین شدن گویا ما رو پامری میگه جدا میکنیم. حقیقت ما نه بلکه آنها رو تمام تاجیکستانیان ما به گروه تقسیم میکنیم. کولوبی میگوییم، یعنی به زبان روسی کلیابی، اونا هم خودشون ملت نیست. نه این خطایی است. اونا باید فخر کنن که من از کولوبم میگویند، نه بلکه من کولوبی. به همین خاطر ленинободи هم خیلی سخنو بسیاره. بعد برادران عزیز گفتنی هم که 1000 سال پیش ناصر خسرو بزرگ یک مصرع گفت. اون مصرع را میگویم برای آدمی میفهمید دیگه اون بس است. وقتی که گریزه شد تنها یک سخن گفت که نگفت که از دست سونیان، از دست فارسان، از دست آریانژادان. او گفت که تنگ چشمان جهان چندین عذابم دادند.